یک اولادی گرسنه‌چشم رو خورانید پوشانید، یک اولادی ظالم رو تا امروز طاقت کرد، اما گرسنه به شیر میزنند. شما حقیقتون رو از دهنی هر یک کارتکیلا سوکرکدی امامعلی رحمانوف کشیده گیرید. این حق شما است. شما 20 سال برای این حکومت خدمت کنید. شما دارید ملت رو قربان کرده ایستاده. برای شما فرق ندارد که کی میمورد، چقدر ملت تاجیک میمورد، اما برای شما نگاه داشتن قدرت بسیار بسیار مهم است. بسیار بسیار شما تمام کار رو خواهید کرد که قدرت از دستتون نرود. حتی ملت قربان شود، بگذار قربان شود، اما قدرت از دست شما رود. شما تمام کار رو برای این کار میکنید. تمام امروز завод و فابریک کارخانه تمامی چیز تا توالت ها را امروز تعلق دارد به خانواده و خویشاوند امامعلی رحمانوف. ببخشید، وقتی که همه چی به خانواده رحمانوف تعلق دارد، همه چی امروز امکانات هست. همین رستم امامعلی رحمانوف اگر یک جوانمردی داشته باشد، خیلی شخص دوم همین قدر مصرف برای خودت کرده ایستاده، همین مصرف را برای خودت کد پیر کمپانی می شود. در 24 ساعت می شود تشکیل کرد کال سنتر، تشکیل کرد همونجا مردم زنگ زند کمک گیرند از این مرکز، از حسابی همون کارمندان بانک، از حساب هم کارمندان بانک هایی که با داماد و دختر امامعلی رحمانوف تعلق دارند. من همچون یک رقیب به شما چون یک سوید داده ایستادم که کمک کنید. اگر که شما امروز کمک نکنید به مهاجران، باور کنید به خدا قسم آمده از همون یک جایتون تولک میسازند، از همون یک جایتون به خدا تولک میسازند، از همون پوستتون شما تولک میسازند. امروز مهاجرین تاجیکستانی ما احتیاج به کمک دارد. در دوران 20 سال شما خورانیدن یک اولادی گرسنه، یک اولادی گرسنه چشم رو خورانید پوشانید، یک اولادی ظالم رو تا امروز طاقت کرد، اما گرسنه به شیر میزنند. و در همین دوره، در همین شرایط من خواهش میکنم از حکومت تاجیکستان که به مهاجرین مهنتی تاجیکستانی ما کمک کنید. صدها میلیون دلار کمک گرفتید، به مردم کمک نکردید. اردها را گرفتید، به مردم ارد ندادید، به مردم کمبیزا چیزی ندادید. همه چیز را گرفته ایستادید. از نام مردم به نام مردم گرفته ایستاده اید. به کام دختران امامعلی رحمان افتاده ایستاده، به کام بچگان امامعلی رحمان افتاده ایستاده، به کام دامادان امامعلی رحمان افتاده ایستاده، اما از نام مردم، از نام ملت تاجیک را همچون یک گدایگر اعلام کردید. سالها و سالها است که شما یک چیزی گدایی، یک خرجین گدایی در پشتتون می روید از دیگر کشورها. از نام ملت تاجیک، از نام مردم شریف تاجیکستان چیکار میکنید؟ گدایی میکنید.